هلو. عمل زیبایی یا زیبایی نچرال. امروز یه صحبت مفصلی راجع به این قضیه میکنیم. فقط خیلی از دکترهای زیبایی و شبه دکترهای زیبایی با دیدن این کلیپ ممکنه بیفتن دنبالم و منو بگیرن ببرن. پس بی زحمت قبلش سابسکرایب کن. یه زمانی تو ایران تنها عملایی که مد بود عمل آپانتیس و عمل ختنه بود. ما گرز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. بعد یواش یواش عمل بینی و عمل گونه و جدیدن عمل کف دست و پاشنه پا و گوش خری و دماغ بزی و دهن اسبی و همه اینا مد شده با تخفیف ویژه و بهت قول میده که نچرال برات در بیاره. ادامه این ویدیو رو با من داشته باش، یه صحبت خودمونی راجع به این قضیه داشته باشیم. خب ببین، به نظر من چرا آدما میرن سمت عملای زیبایی؟ دلیل که زیاد داره، ولی من چند تا دلیل اصلیشو میگم. یکی مقایسه خودشون با دیگرانه. دلیل بعدی خب تبلیغات و تعداد آدم‌هایی که رفته فکر میکنم از اوایل دهه 70 خیلی اوج گرفت عمل کردن و آدما خودشون رو با اونا مقایسه کردن. این یه دلیل دیگه شه. دلیل دیگه هم اینه که الان فیلترهای اینستاگرام رو باز میکنی یه گوریل و شبیه باربی بهت نشون میده و کلن مد شد تو سوشال مدیا. ببین کلن خیلی از چیزهایی که توی دنیا اتفاق میفته ماتریکس دیگه. من اعتقاد دارم به این قضیه شدید. شما زمانی که دست یه بچه عروسک باربی میدی، پسر بچه دختر بچه هیچ فرقی هم نمیکنه، خب اون باربیه میره تو ناخودآگاه بچهه و تبدیل میشه به نماد زیبایی براش. این اتفاق براش میفته. حالا تو بیا تو جامعه از فیلم ها و سریال هایی که میسازن، ماشاءالله ایران هم رتبه داره تو عملهای زیبایی و جراحی های غیر درمانی و اینا همه دست به دست هم دیگه یه طرز فکری میسازه. ببین بچه‌ها، من خودم یعنی برای من توی یه سنی این اتفاق افتاد، بین حدود مثلا سن 13-14 سالگیم تا 18-19 سالگیم اصلا با بینیم حال نمی کردم، بهتر بگم با دماغم حال نمی کردم و همیشه میگفتم خب مثلا به این سن که رسیدم میرم بینیمو عمل میکنم و هی رفته به دلایلی اون خواستن من برای عمل بینی از بین رفت و معیارام برای زیبایی آدما واقعا تغییر کرد. جدی میگم اینو، یعنی من واقعا خودم نچرال پسندم آقا و الان روز به روز تعداد نچرال ها واقعا داره کمتر میشه، چه پسر چه دختر. اول خب فقط تو خانم ها بود، الان ماشاءالله تو آقایون هم زیاد شده. ببین دارم میگم عملهای زیبایی غیر چجوری بگم، عملهای زیبایی که اصلا ربطی به پروسه سلامتی ندارن. یعنی شما فقط چون حال نمی کنی میری بینی و لب و گوش و هر جایی تو میری عمل میکنی. خب یکی یه مشکلی داره مجبور عمل بکنه، در کنارش زیبایی هم براش انجام میشه، اون بحثش واقعا جداست. حالا بگذریم از این قضیه. من فکر میکنم این مسئله علاوه بر ماتریکسی بودنش به اجتماع خیلی مربوط میشه، به چیزهایی که ما از کودکی دیدیم، به معیارامون خیلی برمیگرده این قضیه و من خودم شخصا حال نمیکنم، نه برای خودم نه برای اون دختری که میبینم باش چش تو چش میشم. واقعا هر آدمی زیبایی منحصر به فرد خودشو داره. حالا یه سریا میبینی واقعا یه مثلا داغونه یارو بینیش، چه میدونم انقدر بینیش بزرگه که علاوه بر این که تو زیباییش به شدت تاثیر بدی گذاشته، تو سلامتیش هم تاثیر گذاشته. آقا حلالت، برو عمل کن، چه دختری چه پسری، برو عمل کن انجام بده. ولی به نظرم قبل از عمل بینی فقط یک بار برو ویدیوی عمل کردن بینی رو نگاه کن، شاید نظرت عوض شه. شنیدی طرف میاد میگه که بینیمو نچرال عمل کردم؟ این جمله مثل میمونه که به خودت بگی که رفتم یه پیتزای رژیمی خوردم با پنیر رژیمی و نوشابه. اصلا یعنی چی نچرال بودن؟ معنی نچرال بودن یعنی که شما به صورت طبیعی خودت باشی، یعنی همون چیزی که به وجود اومدی همون شکلی باشی،
به این میگن نچرال. ما هیچ گونه عمل زیبایی نچرالی نداریم. اون میشه عمل زیبایی که به حالت نرمال و طبیعی آدمیزاد شبیه تره، نه دماغی که مثل سرسره است یا چه میدونم سوراخ دماغ کلا انقدر. و حالا مثالاشو خیلی زیاد هر روز دارید میبینید دیگه. و اینو بدونین و بپذیرین چیزی به نام عمل زیبایی نچرال اصلا اشتباه این جمله. نچرال بودن یعنی خودتون بودن، یعنی واقعی بودن، یعنی بدون هیچ گونه تغییر غیر ضروری توی جسمتون. و از این به بعد بدونین که نچرال بودن یعنی همینی که هستی رو دوست داشته باش. آقا جان، عمل زیبایی مثل خرید گوشی دست دومه، تا نرسه دستت نبینیش نمیتونی به این نتیجه برسی که واقعا سالمه یا نه. با این همه حال که انقدر توی ایران عمل زیبایی زیاد شده، تکنولوژی‌های جدید اومده و تجربه ها بیشتر شده، بازم شما عفونت میبینی، عوارض بیهوشی میبینی، مرگ میبینی در حین عمل زیبایی رو از دست رفته رو. و پس در نهایت ریسکشو داره. بماند از این که یه بارم بهت گفتم برو یه بار عمل جراحی بینی رو نگاه کن، از همون روش اولیه‌اش هستن تا همین روش نوینش، ببین میارزه اون کار رو بکنی یا نه. من که برا خودم هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم واقعا که میارزه این کار رو انجام بدم و سر همینم انجام ندادم. یه قضیه‌ای که هست، عمل زیبایی اینجوری که من تو جامعه دیدم، از دهن خیلی ها اینو شنیدی میگن تتو زدن اعتیاد داره، اولی رو که زدی بعدی و بعدی و بعدی هم میزنی. دقیقاً عمل زیبایی هم یه همچین حسی رو میتونه توت به وجود بیاره که شما مثلا برای عمل بینی میری، سال بعد میبینی گونه و لب و ابرو و پلک و پیشونی و همه جا تو یه عمل زیبایی انجام دادی و دیگه اصلا دارین میبینین دیگه یه قیافه هایی رو ما میبینیم که اینا نه تنها شبیه آدمی زاد نیستن، معلوم نیست شبیه چی هن. یعنی به لطف عملهای زیبایی یه قالبی رو تحویل جامعه دادن که همشون اکثرا شبیه همن، از لب و بینی و حالا قسمتهای دیگه صورتشون بگیر و پسند نیست به نظرم. شاید سلیقه خیلی باشه ها، چه حالا اون آدمی که خودش داره انجام میده به این طرز فکر که آره من خودم نسبت به خودم حسم بهتره چون خودم دوست دارم، اوکی تو آزادی، هر بلایی که میخوای سر خودت بیاری. من فقط دارم اون تفکره رو بیان میکنم، همین، نه چیزی بیشتر. میخوام یک بار قبل از اینکه بخوای عمل زیبایی انجام بدی به این قضیه فکر کنی. این مقایسه کردن با سلبریتی ها، اون ماتریکسی که بهت گفتم، به نظرم ارزششون نداره. یه چیزی که من خیلی ازش هرس میخورم میدونی چیه؟ یارو میره الان 70-80 میلیون تومن حتی بیشتر هزینه میکنه، بینیشو عمل میکنه، بعد دهنشو که باز میکنه باد حرف میزنه، بوی عفونت از تو دهنش میاد بیرون، ظاهر دندوناش افتضاحن. تو وقتی دندون خراب تو دهنت داری نمیری درستش کنی، بعد میری اون همه پول و هزینه عمل زیبایی میکنی. با عقل واقعا جور در میاد؟ برا من با عقل جور در نمیاد. ببین بچه‌ها، تنها راهکاری که میتونم بهتون بدم واقعا اینه که خودتون رو با هیچکی مقایسه نکنید. ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم، از آبی که میخوریم، از غذایی که میخوریم، از هوایی که نفس میکشیم، از همین سوشال مدیا، کلن ماتریکسه. و ببین زندگی خاکستری رنگش، سیاهی و سفیدی ترکیبش با همه، انتخاب با توه که کدوم راهو بری، که چجوری باشی. میتونی هر روز بیدار شی، اینستاگرام رو باز کنی، فلان سلبریتی فلان مدل ببینی و بگی من میخوام شبیه این بشم، بابتش کلی وقت و هزینه و سلامتیت همه چی تو بذاری وسط فقط به خاطر به دست آوردن اون. یکم به حرفان فکر کن، واقعا به نظرم ارزششو نداره. خودتو دوست داشته باش. جذاب ترین چیز یه آدم اعتماد به نفسشه.
ببین راجع به اون اعتماد به نفسی صحبت نمی کنم که طرف هیچی نیست و به اون چیزی که نیست داره میباله، یعنی تلقین به چیزی که نیست. خب من منظورم با اون نیست. چقدر نیست گفتم تو این بخش. ببین گوش کن، منظورم اون اعتماد به نفسیه که تو هر چی که هستی رو بپذیری، هر آنچه که هستی رو بپذیری، خودتو دوست داشته باشی و در جهت رشد تلاش بکنی. این میشه اعتماد به نفس. این قابل تشخیص، این دیدنی، این اون عیار آدماست به نظر من واقعا. و خیلی از یه بینی عمل شده، از یه لب ژل زده، از یه گونه ژل زده، از یه زاویه فک جذاب تره. به نظرم رو اون کار کنین، رو خودتون کار کنین، رو شخصیتتون، سبک زندگیتون رو سالم کنین، ورزش کنین. هر چیزی که به اعتماد به نفستون کمک میکنه خوب نیست، تاوان و بهای سنگینی داره و میتونه مصنوعی باشه. یه روز اون آدمی که باید سر راه قرار بگیره قرار میگیره، جوری تو رو دوست خواهد داشت، جوری عاشق تو میشه که تو پیش خودت فکر نمی کنی خب یه روزی میتونسته همچین آدمی وجود داشته باشه که منو با همین فرم صورتی که دوست داشتم 1000 جور دستکاری توش انجام بدم هست. عجیبه نه؟ الان که خودم دارم راجبش صحبت میکنم و بهش فکر میکنم واقعا عجیبه. و بدون اون کسایی که میتونن زیبایی تو رو ببینن، چه تو عمل زیبایی کرده باشی چه نکرده باشی میبینن. اون آدمی که توانایی دیدن زیبایی های تو رو داره، حتی اگر هزار هم عمل زیبایی رو خودت انجام بدی باز نمیتونه اون زیبایی ها رو پیدا بکنه و ببینه. عجیب شد. عمل زیبایی در کل میتونه خوب باشه ولی به شرطی که برای سلامتی یا برای رفع یک مشکلی انجام بشه، یعنی آگاهانه انجام بشه، نه فقط صرفاً برای مقایسه خودتون با دیگران که در نهایت حس خوبی هم بهتون نمیده. بچه‌ها اینو بدونین و بپذیرین که هیچ کس کامل نیست. حتی اگه خود باربی هم وجود داشت الان اینجا بود، یه دیسک کمری، درد زانویی، چیزی داشت. پس قدر نچرال بودنتون رو بدونین. نظرتون رو تو کامنت برام بنویسین. نچرال پسندین یا پلنگ پسندین، عملی پسندین؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، حتما سابسکرایب کنین و از همه مهمتر زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیوی جدید ساختم ازش باخبر بشین. من راجع به هر چیزی که مربوط به سلامتی جسمی و روحی میشه ویدیو میسازم. پس اگر دنبال رشدی، این چنل برای توه. اگه نمیتونیم چیزایی که دوست داریم رو داشته باشیم ولی میتونیم چیزایی که داریم رو دوست داشته باشیم. براتون عشق، سلامتی و پول آرزو میکنم. خداحافظ.